بعضی از دوستان سوال پرسیدن که از کجا باید متوجه بشیم که اعتقاداتمون درست هستن یا نه، و بعضی از دوستان دیگه همین سوال رو به یک زبان دیگه پرسیده بودن و اونم این که راه تشخیص حق و باطل چیه؟ پاسخ اینه: فقط و فقط و فقط عقل و منطق. تنها ابزاری که ما برای تشخیص حق و باطل از همدیگه داریم عقل و منطقه. سوال میپرسن که ما تا کجا باید به اعتقادات دیگران کار داشته باشیم؟ یعنی آیا فقط باید به بحث اکتفا بکنیم یا اینکه مثلا اعتقادات ارزش جنگیدن رو هم داره؟ پاسخ اینه که بله، اگر ما حق رو در جهان منتشر نکنیم باطل به زور منتشر میشه. اگر از خودمون دفاع نکنیم کشته میشیم. شاید کسی بگه که کشته شدن شما هیچ اهمیتی نداره، ولی اینجوری نیست. با کشته شدن ما حق هم از بین میره. بالاخره یک زمانی نبرد بین حق و باطل در جهان اتفاق میفته و ما تا قبل از این نبرد باید اقدامات بسیار زیادی رو انجام بدیم. مهمترین کارم اینه که تا جایی که میتونیم باید از تعداد باطل کم بکنیم و بر تعداد حق بیفزاییم. بعضی از دوستان گفته بودن که بحث کردن اصلا فایده نداره، یعنی افراد متعصب هیچ وقت با بحث منطقی تغییر عقیده نمیدن. ببینید اینطور نیست. درسته که بسیار سخته، اما با تکنیک هایی که در ادامه میاد شما میتونید آروم آروم اونها رو نرم کنید، از فضای احساسات دور کنید، به فضای عقلانیت نزدیک کنید. این نکته رو تو ذهن داشته باشین. بیشتر افراد متعصب جاهلن و اون دسته از افرادی که خودشون میدونن باطلن و به خاطر منافع شخصی دارن حق رو زیر پا میگذارن، اونا توی جهان خیلی خیلی اندکن. بله درسته، با اون گروه نمیشه بحث کرد، اون گروه فقط باید از بین برن. ببینید شما لازم نیست برای شروع برید با یک فرد متعصب مباحثه کنید که یکی از مهمترین تکنیک هایی که توی مناظره هست انتخاب صحیح مخاطبه. شما باید افراد نزدیک به خودتون رو، کسانی که مدت‌های زیادی با اونا آشنا هستین، اینا رو اسمهاشون رو فهرست بکنید و بعد توی شخصیت اونها تحقیق بکنید. افراد باهوشتر، افراد جوانتر، افراد حق پذیرتر رو انتخاب بکنید و بعد مدت‌ها زمان بگذارید، وقت و انرژی بگذارید، با اون فرد رفیق بشید، صمیمی بشید. کم کم باید بحث رو خیلی آرام آرام بحث رو شروع بکنید. لازم نیست به صورت مستقیم بحث رو مطرح بکنید. میتونید بحث رو به صورت غیر مستقیم با ارسال فیلم یا کلیپ و از این جور چیزها، تکنیک های بسیار زیادی هست برای تغییر عقیده دادن مردم. کم کم، خیلی با صبر و حوصله، اگر شما بتونید بعد از مثلا چند ماه فقط یک نفر رو به راه راست هدایت بکنید، به راه حقیقت هدایت بکنید، این تمومه. بسیار ارزشمنده. اون فرد هم مثل شما چند وقت دیگه میره یک نفر دیگر رو به راه راست هدایت میکنه. سوال میپرسن که حق مهمتره یا منفعت؟ یا به عبارت دیگه، اگر ما مجبور بشیم بین حقیقت و لذت یکی را انتخاب بکنیم باید کدوم را انتخاب بکنیم؟ مثلا یک جایی فهمیدیم که حق و باطل چی هستن، اما شرایط به گونه‌ایه که اگه حق رو انتخاب بکنیم انواع دردها و رنجها و سختی‌ها برامون اتفاق میفته. زندانمون میکنن، شکنجهمون میکنن، ما رو میکشن. ولی اگه باطل رو انتخاب بکنیم از انواع لذت‌ها بهره مند میشیم، ثروت، پست، مقام. در اینجا باید بین لذت و حقیقت یکی رو انتخاب بکنیم و این به شرافت و انسانیت و شاید حتی به ژنتیک ما برگرده. حقیقت شرافت ذاتی داره بر لذت. درسته که همه انسان ها در اصل لذتگرا هستند، اما هستند انسان هایی که به خاطر شرافت ذاتی حقیقت از یک لذت سطح پایین تر چشم پوشی می کنند و به یک لذت سطح بالاتر که همون حق بودن هست گرایش پیدا می کنند. بعضی میگن ممکنه که اصلا حق نابود بشه، یعنی اگر ما مبارزه نکنیم، ما فعالیت نکنیم، آیا ممکنه که واقعا حق نابود بشه یا اینکه بالاخره حق همیشه ماندگاره؟ پاسخ اینه که بله، ممکنه حق نابود بشه. ببینید در جهان هستی انتخاب طبیعی و قانون جنگل حکم فرماست. یعنی لزومی نداره که حقیقت همیشه باقی بمونه. خیلی وقتا هست که زور و قدرت باقی میمونه. و اتفاقا اگه در طول تاریخ شما نگاه بکنید متوجه میشید که معمولا افراد اهل حق همیشه مظلوم هم بودن و باطل اکثر اوقات قدرتمند هم بوده.
و افراد حقگو و حقجو رو معمولا نابود کرده. توی این زمان هم اگر اهل حق با هم متحد نشن و همه انرژی خودشون رو به کار نگیرن، ممکنه که به زودی به همراه خود حقیقت حذف بشن و این خیلی بده. اما آخرین سال، نتیجه جدی نگرفتن اعتقادات چه میتونه باشه؟ به زودی اگر موازنه حق و باطل در جهان عوض نشه، شرایط به گونه‌ای خواهد بود که هیچ اطلاعاتی از حقیقت در سرتاسر جهان موجود نخواهد بود و نسل‌های بعدی بدون اینکه متوجه باشن از پیروان سرسخت باطل و جهالت میشن و حتی ممکنه به اون عشق هم بورزن و به زودی با رشد و پیشرفت سیستم‌های کنترلی کوچکترین صدای مخالفی در نطفه خفه خواهد شد و ظلم و ستم و جهل تا مدت زمانی بسیار طولانی در جهان حکم‌فرما خواهد شد. پس بیاییم اعتقادات رو که اصل و اساس زندگی ماست و زیربنای تمام احساسات و رفتارهای ماست جدی بگیریم. براش وقت صرف کنیم، انرژی بگذاریم، هزینه بکنیم. اعتقادات صحیح رو بیاموزیم، سعی بکنیم تا جایی که امکان داره اعتقادات صحیح رو در جهان منتشر بکنیم و به امید روزی که جهان هستی سراسر پر از نور حقیقت و علم و دانش بشه. پیروز و سربلند باشین. بدرود.